سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم با ویدیو آموزشی که چجوری قفس توتی بسازیم. اومدم آموزش بدم. اول باید یکی از اینا رو بذاریم اینجا، بعدش روش یکی از اینا بذاریم. یه فضا واسطه بشه. خب ببینید، اول از اینا میذاریم اینجا، روش از اینا میگیریم میذاریم. خب بعدش بالاترش یکی از اینا میذاریم، زیر اینم یه زنجیر میگیریم میذاریم. این شد از قفسمون. حالا برای اینکه توتی پرواز نکنه بره، ما میایم اینجا اینو میذاریم، بعدش اینجا از اینا میذاریم و دور و برشو به همین روش همه اطرافشو میگیریم و میبندیم به همین روشی که من گذاشتم میبندیم. بالا هم که نمیتونه فرار کنه. اینجا هم حالا میایم توتیمونو میذاریم این تو، بعدش غذا بهش میدیم، رام میشه، میشینه و این هم شده از قفس و توتی هم که داخلش. اگر ویدیو آموزش خوشتون اومد ممنون میشم لایک و ساب کنید و فعلا خداحافظ.